إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم. این آیت در رابطه با تعدادی از اعرابیایی است که اونها ایمان خودشان را منت کردند و پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ادعای داشتن حقیقتی و کمالیت ایمان کردند. ادعای داشتن کمالیتی و تمکن و به دست آوردن همه درجه اعلای ایمان کردند. الله عزوجل اینها را ادب داد و فرمود که شما منت نکنید. شما هنوز او ایمانی واقعی و ایمانی که شما او را ادعا میکنید که درجه اعلی و بالا است ولی او هنوز در قلب‌های شما داخل شدگی نیست. البته بعض از علما به این نظر هستند که این آیه در رابطه با منافقین است، چون که ابن کثیر رحمه الله در تفسیر ذکر میکند. ولیکن ایده از علما دیگر و همچنین از عبدالله بن عباس هم روایت است که در رابطه با مسلمان‌هایی است که اونها ضعیف الایمان بودن، ایمان‌هاشون ضعیف بوده، یعنی اومدن ادعای کمالیت ایمان کردن. شما را ادعا میکنید که درجه اعلی ترین هست و هنوز در قلب‌های شما داخل شده نیست. پس قولی راجح همین است که اینها منافقین نبودن بلکه مؤمنین بودن اما ایمانشون ضعیف بودن. و دیگه که از ادله قویه که اینها مؤمن بودن و منافقین نبودن همین آخر سوره است که الله عز و جل میفرماید که بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکه الله برای شما منت میکرد که الله شما را هدایت کرد، شما را توفیق داد بر ایمان. پس از اینجا معلوم میشه که اینها ایمان داشتن، مؤمن بودن. بله. قالت الاعراب آمنا، گفتن اعرابی ها که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ای پیامبر صلی بگو که شما ایمان نآورده اید، ولكن قولوا اسلمنا، ولكن شما بگویید که ما اسلام آوردیم، ما تسلیم شدگی هستیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، و در حالی که هنوز داخل نشده از ایمان در قلوب شما، هنوز ایمان در قلوب شما داخل نشده است، یعنی همون ایمانی که شما او را ادعا میکنید اعلی ترین درجهش او هنوز تمکن در قلوب شما نکرده است و داخل نشده است. و این تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، و اگر شما اطاعت کنید الله و رسولش را و عمل صالح انجام بدهید لا یلدکم من اعمالکم شیئا، الله عز و جل کم نمیکند. الله عز و جل لا یلدکم نمیکند و کم نمیکند الله عز و جل از اجر عمل های شما هیچ چیز را. الله عز و جل ذاتی هست که وقتی که شما عمل میکنید الله عز و جل عمل های شما را اجرش به طور کامل میدهد. الله عز و جل ذاتی عادل است. اما ربک بظلام للعبید، الله عز و جل به بندگانش ظلم کننده نیست و الله عز و جل ظلم را دوست نمی‌دارد. الله عز و جل عدل را دوست می‌دارد، چون که ان الله يحب المقسطين، الله عدل کننده را دوست می‌دارد. از این خاطر وقتی که شما اطاعت الله کردید و اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم کردید الله عز و جل و عمل صالح انجام دادید الله عز و جل کم نمی‌کند. لا یلدکم کم نمی‌کند از اجر عمل‌های شما هیچ چیز را الله عز و جل کم نمی‌کند، بله اجر و پاداش عمل‌های شما را الله عز و جل به طور کامل می‌دهد. پس ببین که در اینجا اطاعت الله و رسول ثابت گردیده که بعد پس باید یک شخص اطاعتی که بکند اطاعت از الله و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم، اطاعت از الله و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم. اینجا نگفته است که اطاعت از فلان نفر بکن، بلکه اطاعت از الله و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم. ان الله غفور رحیم، همان الله عز و جل غفور رحیم است. الله آمرزنده است، میبخشد از شما خطا و گناه و معصیت و صورت گرفتگی باشد. الله غفور است، میبخشد و الله عز و جل مهربان است. پس این را شما غنیمت بشمارید. پس از الله عز و جل استغفار بکنید و به سوی الله عز و جل توبه بکنید. الله غفور رحیم است. بعد از این الله عز و جل مؤمنای واقعی را، مؤمنایی که اونها صادقین هستند، مؤمنایی که اونها در حق در ایمانشان صادق هستند، الله عز و جل بیان میکنه که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. همانا مؤمنهای واقعی حقیقی اون کسانی هستند که ایمان آوردن به الله و رسول الله ثم لم يرتابوا، سپس
هیچ شک نکردند در ایمان آوردن به الله و رسول و در دین و توحید و عقیده و منهج دیگر هیچ شک و شبهه نکردند. زیرا اگر هر کسی که اگر ایمان به الله و رسول ادعا بکنه که من دارم اما شک داشته باشد، پس این نفر مؤمن گفته نمی شود. پس مؤمن حقیقی کدام است؟ مؤمن حقیقی کسی است که میگه ایمان آوردگی است به الله و رسولش، سپس هیچ شک آوردگی نیست. ثم لم يرتاب، سپس شک آوردگی نیست. پس یکی از شرط های کلمه لا اله الا الله و شرط های توحید، کلمه توحید و کلمه اسلام این است که انسان باید که شک نداشته باشد. انسان باید شک نداشته باشد وقتی که ایمان میاره به الله و رسول و روز قیامت به امورهای دین شک نداشته باشد. زیرا شک این از منافی توحید است، منافی ایمان است، یعنی ضد توحید است، ضد ایمان است. کسی اگر شک داشته باشد ایمانش از بین می رود. یک اموری از امورهای کوچکی آخرت، روز جزا، پلیس صراط و قنطره و همچنین عذاب قبر و کوچک از امورهای مربوط آخرت هستند، مربوط ایمان به الله، مربوط ایمان به ملائکه ها، ایمان به کتاب ها. این میره اگر شخص انکار بکنه یا اینکه شک داشته باشد، همه پیامبرا قبول داره، بجز یک پیامبر میگه من شک دارم، پس این نفر از اسلام خارج میشه. پس مؤمنای حقیقی کسانی هستند که ایمان به الله و رسول دارند، ثم لم يرتابوا، سپس شک نکردند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، برای اینها جهاد کردند با مالهایشان و جانهایشان در راه الله عز و جل. پس ببین که از علامت صداقت بدن در ایمانشان همین است که اینها جهاد کردند با مالهاشان و جانهاشان در راه الله عز و جل. پس از این آیت فایده گرفته می شود که پس هر کسی که اگر با مالش و جانش در راه الله عز و جل جهاد بکند، پس این از علامت صداقت بدن بر ایمانش است، از علامت صداقت بدن ایمانش به الله عز و جل و رسول صلی الله علیه و سلم است. و از علامت این است که اینها مؤمن‌های واقعی و حقیقی هستند و در حقیقت کسانی که با مالهاشون و جانهاشون در راه الله عز و جل جهاد میکنند اینها مؤمنان هستند که درجه اینها ایمانشون از همه دیگر بالاست. از این خاطر است که الله عز و جل میفرماید که فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم القاعدین درجه. الله عز و جل فضیلت داده است مجاهدینی که با مالهاشون و جانهاشون در راه الله عز و جل جهاد کرده هستند، الله عز و جل اینها را درجات داده است نسبت به قاعدین، نسبت به کسانی که اونها در خانه ها نشسته هستند. الله عز و جل مجاهدین به خاطر که مجاهدین همه خوشی ها را و همه خشتبا را و همه نزدیکا را و از همسر و فرزند و کودکا و تمامی همه را ترک کرده هستند و راه الله عز و جل و راه دین الله عز و جل و راه جهاد در راه الله عز و جل اینها از همه چیزی ده بالا دونستند و در این راه رفته. از این خاطر درجات مجاهدین از همه دیده چه است؟ درجاتشون بالا هست. بله، الله عز و جل برای مجاهدین فضیلت خیلی بزرگ داده است و جهاد هم یکی از عملهای بزرگ در شریعت و اسلام است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قله بلندترین اسلام، ذروة سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله، قله بلندترین اسلام این جهاد در راه الله عز و جل است. بله، از این خاطر است که می‌بینید که مسلمانان جهاد در راه الله عز و جل که ترک کرده هستند، مرد و زن در خواری و ذلیلی است و توهین میشود، اسلام، دین، شریعت، الله، پیامبر توهین میشود، همش دوری از جهاد در راه الله عز و جل. و امروز قانون الله عز و جل و شریعت تحکیم نمیشود، تطبیق نمیشود و قانونهای کفری، دموکراتی و دموکراسی تطبیق میشود. سبب و علتش به خاطر چه؟ به خاطر اینکه جهاد در راه الله عز و جل نیست. و امروز خواهرها هزارها به زندانها و برادرها به زندانها کشانده میشوند و زندانی کرده میشوند و توهین به اسلام و دین میشود و مسلمان‌ها خوار و ذلیل هستند. همیشه در سرزمین‌های مسلمان‌ها جنگ و فقر و کشمکشی و خونریزی است. سبب همه اینها ترک جهاد است. مسلمان‌ها، یعنی سبب و علت این که مسلمان‌ها در خواری و ذلیلی هستند، سبب و علتش چیست؟ این که ترک جهاد کرده هستند. بله، حتی امریکا و افغانستان آمده دوست داشت که به توسط ملاهای درباری سوره های جهادی را از قرآن بگیرند، مثل سوره محمد، سوره توبه، سوره انفال، سوره احزاب، سوره هایی که در رابطه با جهاد هستند، اینها را از قرآن بگیرند، خواستن را از قرآن بگیرند. ولی دیدن که قرآن کتابی است که الله عز و جل وعده داده است برای محفوظ و حفاظت کردن این کتاب. الله عز و جل وعده داده است و هیچ کسی نمیتونه که یک حرفی از حروف را تغییر بده، چون که الله میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن نازل کردیم و محافظ این قرآن الله میفرماید که ما هستیم، محافظ این قرآن ما هستیم. از این خاطر کفار و دشمنان اسلام نتوانستند که کلام الله عز و جل تغییر بدهند، ولیکن آمدن مفهوم های دین و شریعت و شعائر اسلام و آنچه که از اصول و آنچه که از واجبات و شریعت و از دین اسلام است، فرایض دین اسلام هستند، اونا آمدن ایرا تغییر دادن. از این خاطر امروز کوره جهاد از جوانای امت اسلامی
اینکه بیرون شدگی است. امروز اگر جهاد بگوییم میگن که این تروریست است. بسبب تبلیغات نادرست دشمنان اسلام جهاد امروز تعداد کسانی که نماز میخوانند، روزه میگیرند، زکات هم میدهند، حج هم میرود، اما جهاد و جهاد کردن تروریستی میشمارند. بسبب همین تبلیغات دشمنان اسلام و شبکه‌های فرعونی از طرف دشمنان اسلام که همین تبلیغات انجام میدهند، از این خاطر مفهوم‌های اصلی شریعت اسلامی در مردم غریب شدگی است. در حالی که جهاد در زمان اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و به معنی دیگر از فرایض دین اسلام با این عمل میکردن و غیره انجام میدادن، یکون مشکلی نبوده. بله، پس مؤمنای حقی و واقعی انمون مجاهدینی در راه الله عز و جل هستند. الله میفهمه که اولئک هم الصادقون. الله میفهمه که انمی کسانی که ایمان آوردن به الله و رسولش، شک نکردن و جهاد کردن با اونها و جانهاشون در راه الله، همینها صادقین هستند. خب الله عز و جل میفرماید قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. آیا شما خبر میدهید، اطلاع میدهید الله عز و جل را با ایمانتون و با دینداریتون شما اطلاع میدهید؟ الله اطاعت میکرد اون طایفه از اعرابیایی که آمدن منت کردن ایمان و اسلام، منت کردن ایمان خودشون را، الله عز و جل پیامبر میگه که بگو تعلمون الله بدینکم، شما اطلاع میدهید، شما آگاهی میدهید، خبر میدهید الله عز و جل با دینداریتون، با دینداریتون شما خبر میدهید، در حالی که والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی که الله عز و جل هر آنچه که در آسمان ها است و هر آنچه که در زمین است الله عز و جل او را میداند. والله بكل شيء علیم. الله عز و جل به تمام چیز، الله عز و جل علیم و دانا است. الله عز و جل به تمام چیز علیم و دانا است. از این خاطر نباید شخص از این آیات باید شخص ادب بگیرد، نباید که یک عمل انجام دادگی است، یک کار احسان کردگی است، اسلام آوردگی است یا اینکه ایمان آوردگی است، بیاد همین ایمانش منت بکند پیش الله عز و جل. بلکه انسان از این آیات باید که ادب بگیرد، متواضع باشد و بلکه از الله عز و جل ثبات در راه ایمانی که آوردگی است، اسلامی که آوردگی است، از الله عز و جل ثبات بخواهد، نه اینکه بیاد پیش الله عز و جل منت بکند که من این کارا کردم، که من فلان کارا کردم. این بیادبی به الله عز و جل میشود. والله بكل شيء علیم. الله عز و جل به تمام چیز علیم دانا است. اینها با ایمانشان منت کردن همین ایمانشان گویا اینکه خبر میدادن و اطلاع میدادن از ایمان خودشان دیگرها را، و یک دیگر اینکه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن و همون ایمان خودشان را منت کردن. از این خاطر به سبب همین دو بی‌ادبی الله عز و جل گفت قل اتعلمون الله بدینکم، آیا شما اطلاع و خبرسازی میکنید الله را به دینداریتون، والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی که الله عز و جل میدونه هر آنچه که در آسمان ها و هر آنچه که در زمین است. پس ما از ادوات عام است، یعنی هر آنچه که در آسمان ها است و هر آنچه که در زمین است الله او را میداند. والله بكل شيء علیم. الله عز و جل به تمام چیز علیم و دانا است. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اونها منت میکنن بر تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم اینکه اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم که شما بر من منت نکنید اسلامتون را. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکه الله عز و جل منت میکند بر شما اینکه شما را الله هدایت کرد، شما را الله توفیق داد، شما را الله مشرف به ایمان و به اسلام کرد. للایمان، الله شما را هدایت کرد و توفیق داد بر ایمان آوردن. این کنتم صادقین، اگر که شما صادق هستید، راستگو هستید. بله، الله عز و جل برای شما منت کرد و احسان کرد. الله عز و جل شما را الله عز و جل شما توفیق داد و شما را هدایت کرد و شما را راهنمایی کرد به سوی ایمان، اگر که شما صادق هستید. پس از همینجا میگیرن که پس اینها منافق نبودن. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه اینها مؤمنای بودن که مؤمنای ضعیف الایمان بودن. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، همان الله عز و جل میداند غیب آسمان ها و زمین را. غیب آسمان ها و زمین را الله عز و جل میداند. هیچ کسی دیگر، هیچ احد، نه اولیاء نه پیامبر، نه هیچ احد ولو اینکه به هر مرتبه و هر درجه رسیدگی باشد غیب نمیدونند. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو چه کسی غیب آسمان ها و زمین را میدوند؟ هیچ کس نمیدونه. من فی السماوات والارض الغیب الا الله، هیچ کسی نه، هیچ احد غیر از الله عز و جل غیب آسمان و زمین را نمیدونه، ولو اینکه اولیاء باشد، پیامبر باشد، حتی پیامبران غیب نمیدونه. پس هر کسی که ادعای از علم غیب میکند، علم غیب از مستقبل از اینا حرف میزند، پس این نفر کافر میشه. این نفر کافر میشه، برای که این نفر
خودش را شریک ساخته ایستاده است در آنچه که مستحق الله عزوجل است. پس این از حق الله عزوجل است، این از خاص الله عزوجل است که الله غیب میداند. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، همان الله عزوجل میداند غیب آسمان ها و زمین را. والله بصیر بما تعملون، و الله عزوجل بینا است به آنچه که شما عمل میکنید. الله عزوجل بینا است به آنچه که شما عمل میکنید. هر کاری که شما میکنید الله عزوجل به او بینا است. الله عزوجل او را میبیند. الله عزوجل او را میبیند. پس در این آیت هم ترغیب است و هم ترهیب است. ترغیب این که یعنی الله عزوجل میبیند، بینا هست به آنچه که شما عمل میکنید، یعنی پاداش عملهای شما را میدهد. هر کاری خوبی که شما میکنید الله میبیند و پاداش او را برای شما میدهد. و ترهیب است و تهدید است بر اینکه هر کاری بدی که شما انجام میدید الله بینا است. الله بینا است به آنچه که شما عمل میکنید. تمت بحمد الله. این مختصری است، تفسیری از سوره حجرات.